اون کی فدتی دیمه رنگ امید و بیمه خنتی فندولیمه کیسه 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 اون کی دیهتی جانه مستی بهارانه لسی خمارانه کیسه کیسه کیسه. ترانه کیسه از روزبه رخشا. این ترانه یک ترانه پرسشی عاشقانه است که نگاه خیلی عمیقی به عشق داره. برخلاف اکثر شعرهای عاشقانه که به دنبال وصالن، این ترانه فقط به دنبال بودن در جوار عشقه. از زبان یک شخص غایب که همیشه حاضره داره سوالاتی رو میپرسه که خودش پاسخشون رو میدونه و در لفافه داره به کسی اشاره میکنه، به چیزهایی اشاره میکنه که رنگ و بو و امید به زندگی معشوق میده. با وجود محتواش که اینقدر خوب عشق پاک و خالص و معرفی کرده، ملودیش، نگم از ملودیش براتون که یک کپی هوشمندانه است از آهنگ کیساز از کی؟ آندره بوچلی، یکی از بهترین خواننده های کلاسیک دنیا. ما تو چنده سعی میکنیم خیلی حرفی از کارهای کپی شده نزنیم. خب موسیقی این کار هم کپی شده و هیچ حرفی در مقایسه با کار اصلی نداره. هیچ ابتکاری هم به خرج ندادن. در واقع در روند تبلیغات فیلم در دنیای تو ساعت چند استه که تونسته بولد بشه. در مجموع برای گوشتون ارزش قائل بشید و حتما کار اصلی رو با صدای بوچلی گوش بدید.